Dede canım benim, ana canım benim. Alemde ikiniz yeganem benim. Dede canım benim, ana canım benim. Halkın yanında pervanem benim. Biriniz devletim, biriniz cennetim. Tügemez siz üçün aytiler rahmetim. Biz üçün haramda, kuvvançke tulinde 80-90'da yaşarım yüreğinde. Dede canım benim, ana canım. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها. امروز ما باز در طرفخانه طاهیر بابا برای تبریک کردن جشن زادروزی نارچوچو خالا آمده ایم و خاندان زیبای فیضی احمد. امروز تبریکات از نام نبیره های نعیم بابا و عدالت آنه، از نام خواهر و دادران نارچوچو خالا می‌خواستیم امروز صاحب جشن ما را تبریک گوییم و جشن یک سالگی مریم بابا فرزند فیض‌الدین اکا و مریم خلاویتی برگزار شده ایستاده است. ما پیشکشی شروع می‌کنیم. آغاز کردیم. دنیای من است بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل، در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر مادران خویش و تباران نزدیکان، همه شمایان را به این دهه شبهشت آهلی که عزیزمان و امروزه طرفخانه طاهیر بابا به جشن زادروز مادر عزیز خاندان نارچوچو خالا و خاندان زیبای فیضی احمد و امروزه یک سالگی مریم بانو خیر مقدم بگویم. خوش آمدید. البته برای ما صاحب جشن ما مادر جان مهربان نارچوچو خالا همراهی فیضی احمد لازم هستند. با قرصک ها و نزد ما دعوت میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. حاجیان زادروز مبارک باشد. حاجی بابا روز خرسندی را در خاندانتان مبارکباد میگویم. امروز بیرام است، روز خرسندی است. حاجیانه چه خوشبخت‌ترین زن هستید که برای شما خداوند کریم در روز زادروزتان از همون باغ بیشتش یک گل را تحفه کرده است که نامش را مریم بانو نام نهاده. خدا کند که این قدم شما را زیر کند، یک کدبانوی خاندان شود، صاحب معلومات عالی شود، نامبرداری بابا جان و آنه جان ها باشد. امروز حاجی بابا روز خرسندی است در خاندانتان. حالا فیضی احمد خالم چشم شما به چند ساله برید؟ 25 باید خالم پیر نشوید، هیچ وقت پیر نشوید. فقط صحت سلامت بردم سالم شده گردید برای شمایان از همه بهترین است. فرزندان گفتند ما افتخار داریم پدر و مادری ما در سر ما هستند. امروز نارچوچو خالا شما را از نام نبیره های نعیم بابا عدالت آنه، از نام خواهر و دادرانتان تبریک میگویم و از نام فرزندان عزیزتان که شما برای همین سلاله همین اولاد همچون مصلحتچی مهربان خبرگیرک و البته خدمتگار در روزهای توی و تنتنه ها میگویند میرسد فورا به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم،
روزه و رضوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شمالی محبت های او گشتم کلام، گیرم و بر دیدم آلم خاک پای مادرم. امروزه روز خورسندی مبارک باشد. حاجیانه وقتی که حاجی بابا فیضی آمکم کار و تشویش های زندگی کتی همه کوه کشته و بیابان ها ما رفتگی وقت من چند بار پول و پدرکه کدم شما با به آخیرا این یک دستگل زیبا رو میخواستیم از نام فیضی آمک برای شما با خرسک های مهمانان تقدیم کنیم. مرحبا حاجی بابا خودتان تقدیم کنید نکن برای حاجیانان. مرحبا. از نام جیران ها، از نام نوره های نعیم بابا برای شما همین گلدسته بهترین را تقدیم میکنیم. پیش پای قدم مادر میگذاریم. بگذار مانند همین گروه ها همیشه شکوفا خندان رو شده باشد. مرحمت مبارک باشد. و در اینجا عکس های زیباست، عکس های زیبا و خاطرمان پیشکشی امروز صاحب جشن ها میکنیم. مرحمت. Thank you.
دوست کلام شود فیض بابا مریم بانو کلام شود و یکمی سخن شیرینش بابا جان باشد بعد گوید که آلوچه گلی بادام من نبیره بابام بابام ششتا چای نوشتن و من چای ریزه که بابام گفته در اطراف بابا جان آنا جان ها در خدمت باشند دعا میکنیم خوشبخت شوند دعا میکنیم صاحب معلومات عالی شوند اولا سزاوار نام انسانی شوند دویزنده شوند سردختر همین آهلی که ما شوند و از پیشش فقط افتخار کرده گشتن نصیب کند برای امروز این حفل برای امروز این گروه خاندان در اینجا توفه ها هست برای مریم بانو بر همه تقدیم میکنیم زادروزشان مبارک باشد و در اینجا باز برای امروز مریم بانو توفه ها هست برهمت آنا جان ها تقدیم میکنند برهمت دستمانه ایلا برای دخترک نازنین خاندان مبارک باشد اکنون حاج بابا حاجیانه نمیره که یک جای یک شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم بعد سخنهای مهمانان را میشنویم مرحمت شیرینی را نزدیکتر میبیاریم زادروز مبارک باشد С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на того календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы в моем столице вновь. ابنای خاندان سخنگوی خاندان جهتهای نظره که شما برای خواهرتان من چند سالها باز خواهری دارید شمایان مرحبا هر سحر میخیزم و یادم به یاد مادرم گل به گل میپیچم و جیگر کبابم مادرم جان و دلم به تو جهان را چی کنم همه مهرم با تو من دیگران را چی کنم السلام علیکم باز یک بار دیگر مهمانان و مزبانان خداهای بعزت اولا باز خوش آمدید به این درگاه به این شبنشینی سبب این شبنشینی اما امروز روز تولد شکرانه مریمای و یک گمو جانم جای من کرد یکاشون همه وقت پیر شوم و دولت شوم چینی اتکای دارم این اتکاشون رسیده دخترک کلام شود مریمایم صاحبی کسب و هنرها شود مکتب‌های میانه مکتب‌های عالی و در آمده فخر عائله فخر اولاد ما شود دنگمال جانم کتی اکا جانم کشا پیر شده حاجیانه حاجی‌های کلام شوند حاجای کلام نصیب کنند حاجرم حاجیانه هستی هم حاجی‌ها هستی هم حاجای کلام نصیب رو روزی کنند هم یکاتان خوش آمده داری دیدن حاجی سر میگوید السلام علیکم باید معروفیت خدای عزیز
موسیقی که پوشا پیر شوند دیره که بدنور شوند خواهیبه که خواهی خودی بچه خوشون شوند باید مرا گفتی با ادوی کلون بروند دیره که بچه خواه بینند بچه جون اولادوی که بچه خوش شوند مریم دختره که کلون به اخور و تکلیف شوند نشتاقای کلون هم کنند خواهیبه که بابای اونایی و سخیوه که داده بیش شوند Kami akan meramah semua. Assalamualaikum. Hammayoru Islam kita berdoa kami ali. Baham beishmo awalan bor video model soda mubarak shabad. Mana in buza sabab bori in jasne mor ruzruze Ramadan barokshkoy bahori azam imruz dodruzash muborak shabad va nevarche shirin shakarati Ramadan mayramoy raqsorash resoda man az in fursat istifoda burdam har din shoybjatnoro bo in ruzi dodruzosh az tahti dili suram az nomi ahli ole naimo man az nomi gyanho تبریک و تهنیت ها و هر اینها اولو سیاست سلامتی عمری دراز میخواهم همه وقت چون مانند آفتاب درخشان و مانند ماه تابان باشد عمرهایتان چون مانند آبهای صاف آهنی صاف و روان باشد تا حیات باشد باشدتان الهی خوشه پیر شود سوایگوی فرزندان شد هر وقت تا سلامت و دقتتون رحمت رحمت ما باشد میخواستیم مراسم کاکوی بیران امروزه مریم باغدار رو برگزار کنیم و خورسند خانه دور رفته استیم تا مدنی بابا جان یک تا رسم گیرن همینجا من برحمت بابا جان بابا کلام را تکلیف میکنیم مولا بابا برحمت و مریم باغدار رو نزدیکتر میبینیم اگر کاکلاناش را خیلی زنیم برحمت جانش را نزدیکتر باید که اخوینه خدا خوشبخت کنند عمرش را دراز کنند برحمت خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی قدر بهری من تو بالتم بچه جانم خدا داده نعمتم میوهی محبتم پیغمبر به امتم بچه جانم پسر باشی یا دختر تو هستی جانی قدر بهری من تو بالتم بچه جانم نوری تو چشمانی من هستی تو نشانی من منی جهانی من بچه جانم هستی تو دوامی من شافیگی تمامی من وقتی بر دوامی من بچه جانم مبارک باشد روز مبارک من همین اولادی کلام رو نصیب میکنیم و همه رو برعکس تکلیف میکنیم حاجیان از آدرس مبارک باشد مرحبا صورتهای رقصی برای شمایان خوش آمدن مرحبا
عزیزان امروز در این طرفخانه زیبای طاهر بابا مهمان شدیم.
حاجیانه را در جشن 60 سالگی یوبیلیشان تبریک کردیم. از نام جیانها، از نام خواهر و دادرانشان پیشکش شما عزیزان کردیم و ما باشد کیفیتی خوش همراهتان باشد. عید قربانی مبارک باشد.